الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادران، پدران، برادران و خواهران عزیز، بسیار در یک روزی خیر، بسیار در یک روزی مبارک که روزی قدر میگوییم که این شب از روی گفتی اکثری علما و دانشمندهای اسلامی شب قدر هست. یکایک شما را تبریک و تهنیت میگویم و از الله که بسیار یک ذات مبارک است، از الله که صاحب قدرت و تواناست. خواهان او هستم که خدای مهربان هم از این ماه مبارک و هم از این روز خیر، از این شب مبارک همه ما بندگانت را برخوردار بگردان و پاداش و ثواب این شب را و این ماه را در نامه اعمال همه ما نویسانده بگردان. و خدای مهربان چگونه ای که فرمودی که وقتی که بنده من به سوی من مراجعت کند، به سوی من دعا کند، هر خواهشی را که دارد، من هیچگاه دست او را خالی بر نمی گردانم. با امید این پروردگار مهربان این ماه مبارک را، علال خصوص این شبی که شب قدر می نامیم، خدای مهربان از ما قبول بگردان و الله مهربان آن پاداش ها و ثواب های را که در این شب هست که من انشاءالله الحال برای شما گفته میگذرم، خدای مهربان اونها را در نامه اعمال ما نویسانده بگردان. بار دیگر همه شما بندگان خوب خدا را به این شب با فضیلت، با این شب بسیار نیکو تبریک و تهنیت میگویم. و از این حالتهایی که بسیار حالتهای قیمت است، خیلی لحظه هایی هست که برادران عزیز و مادران و خواهران عزیز که این روزها خیلی روزهای نزدیک ماند، این از دست که رفت با آدم زنده که تا آینده با به این روزها رسیدن، زین لحاظ بسیار روزهای غنیمتی هست برای ما که در این روزها باید ما دعا را فراموش نکنیم. خدای مهربان امروز که یکی از بسیار مشکلاتی که خیلی و خیلی مردم ما را سرسان کرده است، هراسان کرده است و یک غم را در قلبهاشون جا کردن که این هم باشد این درد، این بیماری امروزه هست. خدای مهربان بندگانی که تا امروز از این بیماری گذشتند، خدایا رحمت و مغفرتشون بگردان. خدایا وعده هست که اونها درجه شهادت میبرند، وعده هست که این ماه مبارک درهای جهنم بسته شده و درهای جنت گشاده است. خدایا آن گذشتگان های ما را از این مرحمت برخوردار بگردان. و خدایا امروز نفرهایی هستند که در بستر بیماری از این درد رنج میکشند.
خدایا اونها را شفای کامل نصیب بگردان. خدایا باقی بندگانی که امروز صحتند، تا حال از این درد به اونها نرسیده است، خدایا اونها را در این درد مبتلا نگردان. و الهی مهربان در این روزها خدا برکت دهد اکثر مردم ما را که بسیار روز دستگیری هست، روزی هست که با دستگیری اینها چقدر دلهای بندگان خدا شاد شده ایستادند، دست میبردارند در حق این گونه بندگانش دعا میکنند که حقیقتا امروز این خیلی مهم و خیلی ضرور است. خداوند این بندگانی که چه در داخل کشور ما هستند چه در خارج هستند که همیشه دست یاری دارند، دست کمک دارند، خدایا اینها را خیر احسانهاشون قبول گردان و الله مهربان همیشه دست اینها را پر نگه دار، زیرا که اینها لایقی مال داشتن و لایقی این پول و این اشیای دنیا را دارند که در برابر این داشتگیشان با رحم دارند، انصاف دارند که دست دیگران میگیرند. خدای مهربان ایمان هامون کامل نگه دار، اخلاص یقین هامون به دین خدا زیاد بگردان. خدای ملکمان آباد است، باز هم آباد و زیباش بگردان. خدایا از همه ضررها اهل این جامعه ما را، اهل این دیار ما را در پناه رحمت و عصمت و نگه بدار. جمعی بندگانی که برای بهبود و آبادی این ملت و این سرزمین سعی میکنند، تلاش میکنند، خیلی و خیلی زحمت میکشند، خدایا همگانشون از جمعی آفت و بلاها نگه دار و میل و محبتاشون با بسوی دین زیاد بگردان. بیاییم به سر موضوعی که عبارت از شب قدر است. من اول میخواهم از قرآن عظیم الشان آیتی را که با نام سوره قدر که در پاره 30 از قرآن هست تلاوت کنم، بعدا معناهای این آیت به سمع شما رسانم و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند شما را توفیق دهد که این شب را زنده داری کنین، احیا کنین. این شب آن فرمودهایی که اینجا من به سمع شما انشاءالله میرسانم اجرا کنین تا این ثواب و این پاداش ای دست نتین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظیم. برادران عزیز و گرامی، مادران و خواهران بسیار عزیز، این سوره مبارکه به خاطر آن قدر نام گذاشته شد که در اول آیت از این سوره نام قدر آمد. در هر یک سوره میبینیم در ابتداش هر نامی که آمد با همون نام او را نامگذاری کردن. این سوره مبارکه عبارت از 5 آیت است و با گفته اکثر مفسرین در مکه مکرمه نازل شده است. معنای این چی معنا میکنن؟ گوش میاندازیم با معناهاش. إنا انزلناه فی لیلة القدر. الله مهربان گفت ما در این شب قرآن را نازل کردیم. برادران عزیز، قرآن
از لوح محفوظ ای نزد الله مهربان به آسمان دنیا جمع عبارت از چند هزار آیتی که هست و عبارت از 114 سوره که هست در آسمان دنیا نازل شد و تدریجاً با زمان و با وقت خودش در دوام 23 سال به واسطه حضرت جبرائیل و پیامبر گرامی ما نازل شد. برادران عزیز و گرامی، برای چی این شب قدر هست؟ آیا در تاجیکی ما هم کلمه قدر استفاده می شود که در هر یک چیزی که اگر ما مقصد خواهیم که در او یک نگاهی نیک مانیم یا او را خواهیم که تعریف و توصیف کنیم، ما او را قدردانی میکنیم. یعنی کلمه قدر به معنای البته چی هست؟ قدردانی کردن هر چیزی که عزیز باشد، محبوب باشد، او را ما میگیم این چیز بسیار چیزی قیمت است، بسیار چیزی با قدر هست. خداوند هم قرآن که بسیار قدر و قیمت و ارزش بلندی که دارد، الله مهربان گفت این شب را ما به خاطر قرآن قدر کردیم. یعنی این شب قدر و منزلتش به خاطر چیست؟ به خاطر این است که در این شب قرآن نازل شد. برادران عزیز و گرامی، حقیقتا حدیث هایی داریم در اینجا در باب قرآن که اصلا بسیاری خواهرها و مادرها تا این زمان سوال های زیاد از ما میکنن و همگان فقط یک سوال دارن: آیا در شب قدر ما چی نماز خوانیم؟ البته مادرها و خواهرای عزیز، من اولا الله را بسیار سپاسگزارم که شما از این مسئله های میپرسین که مقصد این یک نشانه بندگی و نشانه توفیق شماست که شما میپرسین که ما این شب مقصد چگونه سپری کنیم. البته این شب به خودش قاعده و قانونهای خودش دارد. از این لحاظ این شب فقط نماز ندارد. نماز ما نداریم که مخصوص شب قدر باشد که عبارت از 2 رکعت یا 4 رکعت باشد، لیکن شما میتوانید نفرهایی که در این شب نمازهایی که ناخوانده داشتین، یعنی نمازهای قضایی که داشتین که حکم وی در مذهب ما و شما، مذهب پاک امام ابو حنیفه واجب است، شما از نمازهای قضاییتان خوانید. نمازهایی را که فوت کرده بودید، نمازهایی را که در وقتش ادا نکردید، شما می توانید در این شب لا اله الا الله که افضل ذکر است زیاد گویید. شما می توانید در این شب سبحان الله، الحمدلله زیاد گویید. شما می توانید در این شب برنامه هایی که عبارت ای پند و نصیحتن گوش کنید. شما می توانید در این شب صداهای قرآنی که هست، اگر خواندم که نتونین، با گوش کردنش هم شما ثواب میگیرین، صدای قرآن گوش کنید. یعنی بر عملهای چنگ زنی که همه اونها دارای اجر و دارای ثواب باشد. نشینین ایخیل گروه با تماشای کینا و یا اینکه با غیبت یکدیگر و یا با سخنهای مالایعنی، سخنهای بیهوده قطعی این شب سپری کنین. زیرا که این شب هر دقیقهش مادرها و خواهرها و برادر عزیز بسیار دقیقه های با ارزش هست که ای را از دست نتیه. زین لحاظ دیگر چیزی مهمی که در این شب هست، مادرها و خواهرها عزیز، خوش به حال آن کسانی که قرآن میخوانند. ببینین پیامبر نازنین ما چی میگوید؟ میگوید ان ابن مسعود رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من قرأ حرفا من کتاب الله
فله حسنه والحسنه بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف و لام حرف و میم حرف. رواه الترمذی و قال حدیث حسن صحیح. مادرها و خواهر عزیز، پیامبرمون چی گفت؟ گفت هر شخصی که اگر در این شب قرآن میخوانه الله برای او پاداش میتد، برای او حسنات میتید. حتی بینین گفت اگر نفری که الف لام میم میخواند، الف لام میم کسانی که قرآن میخوانند در ابتدای سوره بقره که در یک کلمه 3 حرف آمده است، الف لام میم گفته قاریای ما تلاوت میکنند. پیامبر نازنین گفت که من نمیگویم که در این کلمه که عبارت از 3 حرف است شما 10 ثواب میگیرید، بلکه الف 10 ثواب، لام 10 ثواب و میم 10 ثواب. در یک الف لام میم شما چیکار میکنین؟ شما 30 ثواب میگیرین. اکو برادرها و خیلی مادرای عزیزی من، شما بینید که قرآن عبارت از 650,000 حرفه. بین در کتاب ها عزیزای خدا جمع کردن گفتن قرآن عبارت از 650,000 حرف. تنکد وقتی که انسانی که در این ماه مبارک قرآن خواند تو 650,000 حرفه به 10 ضرب کن، زیرا در هر یک حرف قرآن الله مهربان 10 ثواب وعده کرده است. من وقتی که این را ضرب کردم 6.5 میلیون حسنه، 6.5 میلیون اجر در نامه اعمال تو نویسانده می شود. خوش به حالت که اگر این را تو در یک ماه رمضان 1 باره 2 باره اگر به شرط خوانده باشی، با در غیر این ماه ها عادتهای بندگان خدا همین است که دائم قرآن تلاوت میکنند. میدانین اینقدر حسنات وقتی در پله ترازوی اعمال تو میمانند چقدر برای تو خوشبختی و چقدر برای تو خیر است. از این لحاظ خوش به حال آن کسانی که این شب را هم به زمین آنی که نماز قضا میخوانند، ذکرها را میکنند، بین از پند و نصیحت ها گوش میکنند، از آیت های قرآن گوش میکنند، حتی بگذار یگان ساعت کم که خوابم که کنند و باز از قرآن وقتی که تلاوت میکنند چقدر ثواب، چقدر پاداشی را شما بینید. در هر حرف 10 ثواب شما از نزد الله مهربان برخوردار میشین. من در اینجا آیت‌های را از قرآن گرفتم در سوره مبارکه فاطر. الله مهربان گفت ان الذين يتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجارتا لن تبورا. خوب گوش کنین چی میگد الله مهربان. کسانی که بین درباره 3 نفر میگد خدای مهربان، آن کسانی که از قرآن تلاوت میکنن 1 نفرش، دوم آن کسانی که نماز را همیشه پایبندن، هیچگاه مقصد هیچ کار دنیا مانع نماز اونها نمیشود. ولی من در حدیث خواندم کسی اگر در یک روز 10 آیت خواند، 10 آیت همین جمع اگر بگیری همین 2-3 دقیقه تر میگیرد. 10 آیت خوانی اگر میگد خدای مهربان ترا از زمره آدمان غافل نمی نویسد و زمین آنی که چقدر ثواب بگیری. و هر کسی که اگر دوم نفرش کسانی که برپادارنده نمازن، 3 کسانی که آشکارا و پنهان از مالشان خیر میکنند. درباره این 3 نفر الله در سوره فاطر آیت 29 چی گفت؟ کسانی که خب همیشه قرآن میخوانند، نمازهاشون ادا میکنند، از مالشان آشکارا و پنهان خیر میکنند، یرجون تجارتا لن تبورا.
برادر عزیز میگه اینها در یک تجارت دست زدن که هیچگاه تجارت اینها کساد نمی شود. یعنی ببین تجارت اینها با کورس دلار کار ندارد، دلار بالا می رود پایان می رود. تجارت اینها با کرانتین کار ندارد، تجارت اینها با سیاست و با معامله های مثال دنیا کار ندارد. میگه وقتی اینها از قرآن تلاوت کردن، نماز خواندن، از مالشان احسان کردن، من اینها با تجارت دست دادن که هیچگاه تجارت اینها کساد نمیشه، هیچگاه تجارت اینها گویم بانکرات نمیشود. یعنی در عوض این طاعتشان، در عوض این اعمالشان همیشه از پیش خدا پاداش گرفتیستند. هیچگاه پاداش اینها کم نمیشود. بین الله مهربان چه یک مثال زیبایی میزند که مقصد شما کار کنین و این کار پایبند شوین، شما هیچ وقت حرکتتان، عملتان ضایع نمی شود. برادرای عزیز و گرامی، اینجا حدیث داریم در این باب جناب امام منذری در کتابش میارد از نام حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الصیام و القرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. چی سخنی زیبای! روزتان، این روزه را که شما گرفتین، این قرآن را که در برابرش خواندین، میگه هر دی اینها روز قیامت برای صاحبش طلب شفاعت میکنن، طلب کمک میکنن. بین یعنی روزه داشته، قرآن خواندد، اینها پیش الله مهربان برای تو طلب شفاعت میکردن. چه طلب شفاعت میکنن؟ اینها با زبان میآیند، اینها را خداوند زبان گویا میتد، هم روزه داشته تا هم قرآن خواندگی تا. اینها با زبان حال پیش پروردگار چی میگن؟ پیش الله مهربان میگفته است یقول الصیام، روزه داشتن میگفته است ای ربی، ای پروردگار مهربانی من، ای خالق یکتای من، منعته الطعام و شهوه فشفعنی فی. میگفته است پروردگار مهربان، همین بنده تو به خاطر من که تو مرا بر ذمه این فرض گردانی که روزه بدارد، این آدم امکانیت طعام خوردن داشت، گرسنه بود، تشنه بود، خواهشش بر همون بود، ولی طاقتی در همون گرسنگی کرد، طاقتی در همون تشنگی کرد. و شهوه و خواهشش به خانمش، به عروسش نزدیک شدن بود، خیلی و خیلی برای این خواهش زیاد داشت، ولی به خاطر من این کار رو نکرد. فشفعنی فی، پروردگار را شفاعت کن، پروردگار را یاردمش کن، پروردگار را در بین این مردم شرمنده و خجالتش نکن. خدای مهربان، این روزه برادرای عزیز، این خیلی و خیلی بسیار یک الحمدلله مرحمتی هست که وقتی روزه میه و از تو پشتیبانی میکنه. دیگر و یقول القرآن، قرآنی که خواندی، قرآنی را که تلاوت میکنی، این میآید، این چی میگه؟ ای ربی، پروردگارم، الله مهربان، منعته النوم باللیل فشفعنی فی. خدایا حقیقتا در چشماش خواب بود، محبتشم بر خواب بود، خسته بود، لیکن از من تلاوت میکرد، از من قرائت میکرد. فشفعنی فی، خدای مهربان شفاعتش کن، خدای یاردمش کن، خدای کمکش کن. بعد پیامبر من چی گفت؟ قال فیشفعان. پس الله مهربان به خاطر این روزه، به خاطر این قرآن، بندگانش چیکار میکند؟ بندگانش شفاعت میکنه، بندگانی که روزه داشتن، بندگانی که قرآن خواندن. برادرای عزیز و گرامی، در این معنای همون این انزلناه فی لیلة القدر، ما در این شب قرآن را نازل کردیم. من یک آیت نگاه کردم، در زیرش مفسرها بسیار یک گپ جالب آوردن، زین خاطر ایرا میگم و تفسیر آیت دوم را میگذارم.
آیتی داریم در سوره اسراء آیت 9. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. این قرآن الله مهربان میگه مردم را به راه راهنمایی میکند که راستترین و استوارترین راه ها برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است. یعنی این قرآن برادر عزیز ما را راهنمایی میکند به استوارترین و راستترین راه. این کتاب برای همین آمده است که مردم هدایت کند، مردم به راه سعادت دنیا و آخرت رساند. میگه وقتی که همین نپلیون برادر عزیز بسیار شما که این نام شنیدگین، نپلیون بوناپارت، این مرد ملتش فرانسوز بود، این انا بگیم امپراتوری همون فرانسیا بود. این خیلی آدمی سیاستمدار، سیاست شناس، بسیار یک پلکواد است، گویم ترجمهش میکنن، تحلیلش میکنن. خیلی مکتب‌های بگیم حربی خواندگی، حتی شما تاریخ خواندین که سالهای 812 حتی هجومی با 600,000 عسکرش هجومی بر همین روسیه کرده بود. متاسفانه در دوام 6 ماه شکست خورد که بازگشتش با به سوی وطنش همگی 30,000 عسکرش زنده دریافت کرد، دیگه همش تلف داد. انا همین نپلیون برادر عزیز و گرامی میگه وقتی که فکر کرد، اندیشه کرد که چگونه من همین دولت‌های اسلامی را ضبط کرده بگیرم و مقصد زیر تسلط دولت فرانسیا بگذارم، یعنی همیشه از ما اطاعت کنند. میگه وقتی در همین اندیشه بود، یاردمچیاش گفت که همین مرکزی مردم مسلمان در کجای؟ گفتن در مصر. و مصر آمد، ولی همون طرف الکساندریه آمد، طرف قاهره آمد. بعد میگه کتابخانه در آمد، کتابخانه در آمد و کتابخانه کلان مصر در آمد. بعد گفت از همه کتابی را که همین مسلمان ها احترام دارن، میخوانن، خب قدر میکنن، کدام کتاب است؟ گفتن اینا کتابی دارن به نام قرآن. گفتن همون کتاب بر من نشان تین، کتاب آوردن نشان دادن. میگه وقتی که کتاب نشان دادن، میگه وقتی هم تا کشادش الله بزرگ، میگه همین سوره اسراء را، همین آیتی را که من خواندم، این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، همین آیت را میگه چشمش رسید. گفت که همین را خوانین؟ میگه در اونجا متخصص بودن خواندن. گفت چی معنا دارد؟ گفت معناش انا همین معنایی که من کردم، این کتابی است که مردم به سوی راه راست، به راه استوار، به رسیدن سعادت دنیا و آخرت هدایت میکند. میگه وقتی همین سخن گوش کرد، البته برادر عزیز قرآن معجزه ایاخی، این بسیار یک معجزه بزرگی هست قرآن که از سخنهای جناب لاهوری میگه نقش قرآن چون در این عالم نشست، نقشهای کاهن و پاپا شکست. ببین برباد دهنده همه همون دین ها میگه همین قرآن شید. فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر گشت جهان دیگر شود. این قرآن همین کتابی است که برادرای از یک تغییرات کلی می درآورد. حتی بین فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. وقتی نپلیون که ایرا دید، وقتی نپلیون که ایرا خوان، برادرای عزیز در حال میگد گوش انداخت و رفت و کاخش رفت، در جایی که استراحت میکرد. همین سخن خیلی برای او مقصد تأثیر بخش بود. پگاه آمد، از دیگر آیات های قرآن برای او معنا کردن. روز دیگر آمد، باز از همین کتاب باز تلاوت کردن. بعد گفت من یک سوال دارم، همین کتاب مردم چگونه پذیرایی دارن؟ همه همین مردم گو همین کتاب میدونن؟ گو همه این مردم کتاب میدونن، همه این مردم کتاب میخوانن. گفتن حتی اعتقاد دارن که این از نزد خداوند
و پیامبر آخرالزمان محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. برادرای عزیز، ناپلیون در همینجا دو جمله بسیار با ارزش گفت. هر مسلمان در ذهنتان سخنی ناپلیون را بگیرین. نگین که این ناپلیون آدمی بیدین بود، برای ما چی در کاره. نه، میگه منگر که چی میگوید بینگر که کی میگوید. یعنی شما نگاه کنین که کیها گپ میزنند. هر حرفی که از دهن کسی میبراید دانشمند، او یک معنای دارد. او را هر یک انسان باید برای خودش اندیشه کنه، در گرد او یک تفکری داشته باشد. زین لحاظ ناپلیون دو جمله گفت. یکیش به ضرر ما هست، یکیش به فایده ما. زیرا ناپلیون خواست که تمام دولت‌های اسلامی را ضبط کرده بگیرد. بعد همین قرآن فکری همین مردک تغییر یافت. برادرای عزیز، همین معجزه الهی فکر میگه همین ناپلیون تغییر داد و الا این مردک قوه و توانایی و قدرتی داشت که تمام دولت‌ها را مقصد ضبط کرده بگیره. چی گفت؟ همین دو جمله چی بود؟ یک تاش همین بود. گفت تا زمانی که این مردم با این کتاب عمل کنند، این کتاب خوانند و این کتاب اگر دستور عمل حیاتیشان قرار تیان، اینها هیچگاه خار نمیشوند، ذلیل نمیشوند، محتاج و متهم نمیشوند و هیچ دولت دنیا اینها را مقصد ضبط کرده گرفته نمیتواند. خلاصه ناپلیون یکم جملهش. دوم گفت ما وقتی میتونیم اینها را ضبط کرده و محاصره کرده و غلام کردن، وقتی میتونیم که اینها از این کتاب فاصله بگیرن. یعنی اینها به این کتاب توجه نکنن، این کتاب در محبت نبندن، از این کتاب که دور شدن، ما در بالای سر اینها هرچی خواهیم آورده میتونیم. برادرها بینین این شب به خاطر انمین قرآنی که مثل دهان ناپلیون ها را فکرهاشون را عوض کردگی. انمین قدر این شب به خاطر انمین قرآن است. این انزلناه فی لیلة القدر. الله مهربان در دعا میاد میگه و ما ادراک ما لیلة القدر. حالا بینین اینا میگه استفهام برای تفخیمه، یعنی سوالی هست. و ما ادراک ما لیلة القدر، چیست تو را دانند که چیست قدر؟ یعنی این شب چی شب است تو میدانی؟ حالا بینین ما این خیلی اشاره در همین معامله تاجیکی ما هم داریم. میدانی فلانی کیه؟ میدانی کجا میره؟ الله مهربان همینجا بین شما میدانین که شب قدر چی شب قدر، این چی شب است؟ و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. الله را بینین اکو از بزرگی این شب باز در ابتدا گفت که این شب شبی بود که قدرش به خاطر نزول قرآن بود. اینجا باز میگه این شب میگه قدر دیگرش این است. ببین از چند بگیم مقام ها و مرتبه ها این شب برخوردار است. گفت این شب گفت عبادتش، این شب زنده داریش بهتر است در نزد الله از 1000 ماهی که در او شب قدر نباشد. ببینید یعنی 1000 ماهی که در او شب قدر نباشد، تو اگر روزه میگیری، نماز میخوانی، حج میکنی، هر عبادت میکنی، میگه برابر به این شب قدر نمیشود. عزیزای خدا حساب کردن زیاده بگیم از 83 و تا دامن 84 سال عبادت ها، تا در یک شب ثواب 84 ساله بگیم عبادت ها در یک شب در نامه اعمالت الله مهربان برای تو می نویسد. این بگذار اگر من 60 سال عمر ببینم، 84 دیگر در بالاش من ضم کنم، می شود 144 سال. حساب کن که من به 144 سال عبادت پیش خدا رفتیستم، به 60 سالم نه، 84 سال عبادت دیگر هم دارم.
اگر خداوند نصیبم گردانه و هر سال من روزه گیرم و هر سال من شب قدر زنده بدارم، این 84 میدانی عمر تو به چی میرسد؟ چقدر فایده و اجر زیاد قد پیش پروردگار میره. جناب مفسر حضرت مجاهد که ابن جریر از نامش میاره، میگه پیامبرمون در بین اصحابش یک حکایه کرد. گفت یک مرد بود در بین اسرائیل، عجیب مرد بود. میگه این مرد از شب تا روز عبادت میکرد، از روز تا بگاه در جهاد بود. میگه بر علیه دشمنای خدا میجنگید. میگه همین عبادت و جهادش 1000 ماه دوام کرد. اصحاب پیغمبر میگه عجیب، در یک حیرت افتادن، تعجب کردن چی مردی خوبی بود که میگه همین آیت نازل شد لیلة القدر خیر من الف شهر. شما در یک شبی که همین را با آن ترتیبی که من گفتم شب زنده داری کنین، برابر انا حتی ثوابی همون نفری که شب تا روز نماز میخوان، روز تا بگاه در میدان جهاد بود، همون هم در نامه اعمالتان نویسانده میشود. من در ماه رمضان برای شما حدیثی خواندم با روایت حضرت امام ابو هریره که حدیث متفق علیه بود، حدیث بخاری و مسلم بود. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی رمضان از روی اعتقاد به خاطر ثواب اگر روزه بگیره، خدا گناهاش مغفرت میکنه. عیناً با همین حدیث بخاری و مسلم با روایت جناب امام ابو هریره پیامبرمون چی گفت؟ من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی این شب را هم اگر شب زنده داری کند، عیناً همون پاداشی را که در رمضان وعده بود که گناهات مغفرت می شود، گناهات مغفرت می شود. برادری عزیز، نگو که من 20 سال و 30 سال گناه کردم، نگو من 50 سال گناه کردم. در نزد پروردگار بخشیدنش هیچ مقصد، هیچ قدری هم ندارد. الله مهربان خواهد 100 ساله گناه انسان هم میبخشد. زین لحاظ خودش وعده دارد گناهات هم میبخشد. برای چی برادر عزیز؟ برای چی اینجا در کلمه گناه آمد؟ زیرا یگانه چیزی که ما را پیش خداوند سرخم میکند، خجالت ده میماند، این گناه های ما هست. انمی روی گناه هست که دلهامون سیاه هست. از روی گناه هست که ما را چقدر مشکلات های زیاده فرا میگیرد. از روی گناه هست که قحطی میاد. از روی گناه هست که بارش نمیبارد. ببینید، از روی گناه هست که حتی میوه هامون حاصل نمیتید. از روی گناه هست که در کارامون بسیاری وقت برار و برکت نیست. همه اینها برادر عزیز از روی گناه می شود. حسن بصری را وقت پرسیدن بهترین روزی تو کدام روز است؟ گفت همان روزی که اگر با پروردگارم گناه نکنم، همان روز گفت برای من بهترین روز، گفت به حساب می رود. عزیزای خدا میگن آنها که زی من خدای من می بیند، کافر ببیند و صحبتم ننشیند. گر قصه خود پیشی سگ برگویم، سگ دامنی پوستین زی من برچیند. حقیقتا میگد همین قدر شرمنده ام، همین قدر گناه های زیادی دارم که اگر یک آدمی نامسلمان گناه های مرا ببیند، با من هیچگاه او همنشین نمی شود. اگر همین گناه های من پیش یک سگ اگر برگویم، حتی همون دامن پوستیش همون سگ میگد از من بر میکند. یعنی به آدمی گناهگار حتی اونها نزدیک شدن برای خود خواهش ندارند. حتی ما در آیت قرآن داریم که وقتی که انسان گناه میکرده است، شیطان میگفته است اینی بریء منک، من از تو واری بنده ای که پیش خالقت گناه میکنی من بیزارم. بلکه چی میگد؟ من از پروردگارم میترسم. یعنی
از تو بیزارم و از خدا میترسم. برای چی از من بیزاری؟ برای که تو میگم مبتلای گناه در پیش الله مهربان شدی. حضرت مولوی را خدا رحمت کنه در مثنویش میآورد، میگو جدی تو آدم بهشتش جای بود. پدرتون میگه وقتی خدا برد در جنت جا کرد، جدی تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردند بر او سجود. تمام ملائکه آمده سجدش کردند. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنب بره بیرون خیرا. وقتی که الله گفت با این درخت نزدیک نشو، وقتی سخن خدا را شکست، وقتی گناهگار شد، الله از جنت بیرونش کرد. به خاطر چی؟ به خاطر گناه کردگیش، به خاطر نافرمانیش. بعد حضرت جلال الدین رومی اینجا شاید خیلی غضبناک می شود و بعد به طرف همه ما چی میگه؟ بین میگه که تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی. ای روسیا، این باباتون پدرتون به یک گناه بیروشید، شما اینقدر آلوده گناهینو با این با میخواهین جنت برین. خلاص برای جنت رفتن میگه عبادت در کاره. برای جنت رفتن هیچ وقت آلوده به گناه شدن در کار نیست، هیچگاه. برادران عزیز و گرامی، در حضرت علی را یک سخن شدیدم، بسیار سخن زیبا گفته است. میگه وقتی با کسی اگر ملاقات میکرد، میگه 4 توصیهش میداد. یکم میگفت بچم، میگفت بچه جان، بنده خوبی خدا، در همین دنیا میگفت کاری کن که گناهگار نشوی. 1. 2. بچه جان، بغیر خدا با کسی پیمان دوستی نبند که هر کسی پیمان دوستی بستی حتما پیمان میشکنه. 3. اگر از چیزی سوال کرده شوی ندانی، بگو نمیدانم. 4. بچم همیشه صبر برای خودت انتخاب کن، زیرا چگونه ای که میگفت سر در بدن چی نقش دارد، همین صبرم در عبادت همیشه نقش دارد. خلاص برادر عزیز فهمیدیم که بهتر از 1000 ماه بوده است و کسی این شب اگر شب زنده داری کنه، خدا گناهاش هم میبخشد. گناهایی را که عزیزای خدا بهترین روزشان روزی را میگن که در او روز گناه نکرده باشد. در دام آیت قرآن چی خواندیم؟ تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. در این شب برادر عزیز دیگر فضیلتش چیه؟ حضرت جبرائیل همراه یک توده ملائکه ها بر همین زمین ما میآیند، با امر خدا میآیند، با سفارش پروردگار میآیند، برای هر امری که اگر بیایند. ولی در زیرش در تفسیر دیدم میگه وقتی میآیند و مثال عبادت بنده ها را میبینند، وقتی میآیند زارا و تولا و گریه و طلب مغفرت بنده ها را میبینند، میگه جبرائیل ملائکه را میگفت است که بیایید، میگفت است یک عبادتی را ما و شما نظر اندازیم که این عبادت در آسمان در بین ما نیست. بیا یک عبادتی را مقصد تماشا کنیم که در پیش خدا بسیار محبوبیت دارد. او چی است؟ وقتی بنده دستش می برداره و با آب چشم از خدا مغفرت گناه میکرده است، جبرائیل همراه ملائکه او را نگاه میکرده است، به خاطر که این عمل بنده را خدا دوست می‌دارد. چیزهای عجیبی که در اینجا اونها میبینند انامین است که ما وقتی که بالای جای نمازیم، وقتی تلاوت قرآن داریم، ببینید وقتی که زارا و تولا داریم، اونها در این عمل ما جبرائیل همراه ملائکه نظر میکرده است. در اخیر آیت آمدیم سلام هی حتی مطلع الفجر. مفسرها میگن که مراد از سلام اینجا در سلام فرشته ها هم به شب زنده داراست. یعنی کسایی که در مسجد که امروز به واسطه این بیماری درهای مسجد ها بسته شدن، نه تنها در جای ما، در روی عالم، مفسرها میگن میآیند مسجد ها مقصد به قوم ها نگاه میکنند، میآیند در خانه ها به مردمی که در علایدگی پروردگار زارا و تولا دارند
با اونها نگاه میکنن سلام میتین. یک معناش میگه این است. دیگر معناش این است که این شب شب سلامتی است. سلامتی مقصد چی است؟ سلامتی این که پیش خدا تو پاداش اجر میگیری و در این شب هم شیطان به تو هیچگاه نزدیک شدن نمیتونه. حتی مطلع الفجر، تا وقتی که مقصد صبح میدمد جمع فرشته ها بعد عروج میکنن به سوی آسمان. این بود برادران و خواهران عزیز معنای این سوره مبارکه قدر. بازم در آخر همه شما را من تبریک میگم، مبارکباد میگم و از خدای مهربان خواهانی هستم که آن طرز شب زنده داری را که من از گفت عزیزای خدا برای شما گفته گذاشتم، انشاءالله شما به این پایبند میشین و از خدا امید است که در عوضش شما اجر و ثوابهایی که وعده بود در نامه اعمالتان نویسانده می شود. خدای مهربان تنتان صحت کنه، ایمانتان کامل نگه دارد، باز هم اخلاص و محبوبیتاتان به سوی دین خدا زیاد کنه. برادرای غریب ما که هر روز چقدر زنگ‌های زیادی از طرف‌های روسیه و بیرون از روسیه بر من میشوند، هر جا باشین خدا در حفظ امانش نگهتان داره. خداوند شفاتان تیه، خدا بیمارتان نکنه، خداوند باز کارهاتان در کشایش تیه. با الله مهربان این راه ها را کشاده کنه و با شما برای دیدار بینی نزدیکانتان و به وطن محبوبتان خداوند موفق و میسرتان کنه. الله مهربان همه تمنیات و مقصودهای ما را با فضل کرمت حاصل بگردان و خدایا همیشه در پناه رحمت اسمت نگهمون بدار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين. سلام علیکم و رحمت الله.